سلام خدمت دوستان و همشهریان عزیز. تقریبا آخرای پروژه پاسداران که اینجا نیمکتش خورده، فلاورباکساش خورده، دیوار لوورش خورده، این قسمت هم که میخواد چمن بشه، پرگولاشه که تموم شده، یه آلاچیق هم اینجا داره با نیمکت فلاورباکس، سقفش هم کیتکتی خورده. همچنین دیوار لوور سمت غرب پروژه. این قسمت هم قراره چمن بشه، این وسط هم یه قسمتش قراره پدستای بشه. تقریبا روزی آخرشه، یه 3-4 روزی کار.